یکی از یادگاری‌های تاریخی در شهر پنجاکن سرزم هست که معنی سرزم از کلمه تاجیکی سرزمین گرفته شده است. خب مساحت عمومی این سرزمین 100 هکتار رو در بر میگیرد و این سرزمین تاریخ 5500 ساله دارد و 31 ایولی سال 2010 این سرزمین به فهرست میراث فرهنگی عمومی بشری یونسکو شامل شده است. خب بیاید همراه از این موضع دیدنی میکنیم. رفتیم. سرزم در ساحل چپ یکی از دریاهای بزرگ آسیای میانه زرافشان در بلندی 910 متر از سطح بحر قرار دارد. این یادگاری نزدیک 15 کیلومتر از شهر پنجاکن و 45 کیلومتر دورتر از شهر سمرقند جایگیر است. تاریخ شناسان این شهر قدیمی را به سالهای 3400 و 2000 پیش از میلاد منسوب می‌دانند. اینجا چی باشه؟ من نمیدونم. اینجا چقوری هست؟ شما میدونید اکالیشه؟ چی باشد اینجا؟ راستی؟ به یک غور شباهت داره. من فکر میکنم خمدان است، نه؟ ولی به هر حال عجیب. راستی انسان به حضور داخلش جو میگیره. عجیب است. السلام. سید عزیز خوب هستی؟ اینجا هستی؟ راستی ما اینجا تماشا کردیم، بسیار جالب بوده است. این چی هست استاد؟ این یک خمدانی دو قبطه سفالپزی که سالهای 2001 پژوهش کرده شده پیدا کرده بود. قبطه پایانیش اینجا برای افزودن آتش. قبطه بالانگش در حجم یکش باقی مانده است. در اون عکس اونجا معلوم است. این هم به شکل گنبد روا بود و از گرمی آتش به واسطه 12 تا گرمی دهنده ها به بالا می‌برآمد. کارگران سرزمین باستان سفرها را می‌گذاشتند. همینجا میپخت. در همینجا می‌پختند و در این قبطه بالایی که تصویر ویران گردیده است این هم محکم بود. و از زیر گرمی بلند به بالا داده می‌شد. در نتیجه گرمی بلند تا 800 گراد سلسیوس میگن برای قانون فیزیکا. بله. همین سفال‌ها پخته می‌شد. این سفال دو قبطه خمدانی که یگانه در آسیا مرکزی هست. قیاس همین گونه خمدان‌های سفال‌پزی را ما فقط در یادگاری‌های همدور و همزمان سرزمین باستان که بیش از 5000 سال تاریخ دارد در ایران و باگستان و مصر رو پیدا کردیم. خودی همین شهادت می‌دهد که کارگران سرزم از هنری والای کارگری سفال‌پزی که بیش از 60-80 نمود ظرف‌های سفالی از پیاله‌های معده تا خم‌های کان ساختند. کارگران هنرمند بودند که یکی از نشانه‌های هنرهای مردمی که مثال با شرافت پرزیدنت مملکت پیشوای ملت جناب عالی محترم امام و هنرهای مردمی اعلان شده است. نشان می‌دهد که مردمان ما نیاگان ما هنوز 5.5-6 هزار سال پیش با یک هنری والای خود در همه طریق خمدان‌ها یک چند نمودهای سفال‌ها را پخته با رنگ‌های سه‌کنجه موج آفتاب با یک چند هنرهای مردمی را تصویر می‌کردند و امروز در استفاده می‌بردند. در روزگار خیلی استفاده می‌بردند که امروز در آثارخانه صحرای سرز، در آثار جمهوری به نام استاد رضایی پنجاکن، در آثار ملی جمهوری ترکستان نمونه‌اش هست. نمونه‌اش برای تماشا گذاشته شده است. برای آتش کردن. آتش کردن. خیلی می‌دارن درون جا به جا. کارگرها می‌دارن آتش می‌کردن. من این در اومد این زیر من این که زیر خاک شده است من این بالا زیر خاک این نقشش این نقش در اومد خود از شما عکس برداری کنید در اومد این حاضر که ما نگاه کردیم در اومد بوده این وقتی داخل شده من این است بله داخلش من اینها 12 تا چی برای آتش برآمدم من 1 2 3 4 5 4 تا از مرکز 8 از اطراف اینم وقتش چی بود بسته بود گنبد بعد اینجا آتش اینجا سفال‌ها می‌گذاشتن سفال‌ها همین
گرمی حرارت سفالو پخته میشد. استاد اینجا اند کیا زندگی میکردن؟ گمان میرود که معماران عهد باستان پیش از ساختن بنا پیشکی نقشه رو تحریزی میکردن. یعنی پیشکی نقشه‌ش رو میکشیدن. پیشکی نقشه بنا رو معماران تحریزی میکردن. معماران بودن که بعد استادهایی که در همین کسب و کار معماری متصدی بودن بنا رو بنا میکردن. خیلی عجایب است که 4 سمتش 15 متر به 15 است. 15 خودی همین یک نشانه، یکی از نشانه‌های اساسی مدنی شهرسازی و شهرداری است که دارای بلند صنعت معماری بود در ایام خویش. این بینایی که ما قرار داریم این 700 800 سال از پیرامید یک قدیم‌تر است. یکی مسئله که اینجا بنا کردن ارشتی خام از کاغذ و در دیگر جاها با سنگ استفاده بردن. و خوشبختانه هم این باقی مانده همین بینای با حشمت شهادت میکرد که سرزمینان باستان دارای بلند صنعت معماری بوده. یکی از نشانه‌های شهرسازی شهرداری در همین سرز گذاشتن که بیهوده نیست که یونسکو سال 2010 در میراث فرهنگ عمومی خویش که در برزیل برگزار کردی سال 2010 سرز را هم یکی از شهرک‌های اوراسیا قبول کرد. یکی از اولین شهرهای اوراسیا. سالهای اول آموزشی سرزم عقیده رایج بود که گویا سرزم از تپه‌چه‌های نه چندان کلان و دهاتی از هم دور مرتب است که به دوره انیولیت راست می‌آید. ولی تحقیقات آموزش ثابت کرد که این اندیشه کاملا باطل است. سرزم شهر است، نه دهات. حاضر همین اندازه کردن تاریخ همین خیش چیندن تا امروز در تمام شهرهای تاجیکستان باستانی تاجیکستان ما آسیای مرکزی ادامه دارد. این یعنی برای پرقوت شده نشه؟ این برای پرقوت شدن که ما این رو حتی پرقوت کردیم از همون باد و باران چیکار کنیم خودمون اندازه کردیم. من تاریخش اونجا معلوم است. تاریخش تو معلوم است. طرز چیندن، طرز ساختن خیش، ریختن خیش همون 5 سال تا امروز ادامه دارد. این بناهایی که برای نگهداشت غله استفاده میشد و خوشبختانه سال 2003 که وقتی جناب عالی بار اول از پنجکده باستانی اسرا دیدن کردند و به حکومت جمهوری سپارش دادند که این یادگاری بی‌نظیر است، همتا ندارد، تاریخ 50-60 ساله دارد، باید که ما حفظ کنیم و همین 5 بالاپوشی که با سپارش جناب عالی پیشوای ملت محترم امام رحمان اجرا گردید این را کارشناسان یونسکو به اینوال گرفتند که تا کدام درجه حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت یادگاری‌های باستانی خویش توجه ظاهر می‌کند. برای قدر کردن احترام داشتن تاریخ مدنی کشاورزی، هنرمندی و شهرسازی تاجیکان حکومت جمهوری تاجیکستان سال روان اعلام کردند که سال 2020 در مثال یادگاری سرز مدنی کشاورزی، هنرمندی و شهرسازی تاجیکان جشن گذاشته شود. خود همین جشنی که ما سال 20 هم با تمام مردمی آسیای مرکزی که این ابیکت یونسکو است در سطح جهان برگزار می‌گردد، خود این نشانه است که ما نیاگان ما در همین سرزمین تاجیکستان بیش از 5,500 سال پیش اولین شهرها بنیاد کردند و این باید که عبرت گرفت برای نسل جوان، برای همین ما عبرت گرفت که ما شهرساز شهردار بودیم و امروز هم همون مدنی شهرداری شهرسازی کنیم در سطح جهانی نگاه داریم و پیش بریم. دوستان عزیز این نشانه از یادگاری های 5500 سال پیشینه اجدادان ما هستند که ببینید